همه ما میدونیم که داشتن دندونهای سفید و براق چقدر اهمیت داره و یکی از مهمترین عوامل در جذابیت چهره و لبخند به شمار میره. برای داشتن چهره و لبخند زیبا یکی از روش‌ها استفاده از خمیردندونهای سفید کننده هستش. توی این ویدیو قصد داریم که خمیردندون سفید کننده دنتالند رو بهتون معرفی کنیم. این خمیردندون به دلیل بهره بری از اورپروکساید یا همون کاربامید پروکساید سطح دندون‌ها رو سفید میکنه که شاید خیلی چیز عجیبی نباشه، اما وجه تمایز خمیردندون سفید کننده دنتالند و چیزی که اون رو نسبت به خمیردندون‌های سفید کننده دیگه خاص‌تر میکنه وجود استانوس فلوراید که نسل جدیدی از ترکیبات فلوراید دار و ترکیبات تصحیح‌گر رنگ بنفش هست. زمانی که این ترکیبات تصحیح‌گر رنگ بنفش روی دندون قرار میگیرن به سرعت باعث کاهش زردی رنگ دندون میشن و این ویژگی باعث میشه که این محصول نه تنها برای افرادی که دندونهاشون توسط جرم یا به مرور زمان زرد شده، بلکه برای افرادی که ذاتاً دارای دندونهای زرد هستن هم مناسب و کاربردی باشه. این یه قابلیت جدید و بروز در دنیاست که این خمیردندون بهش مجهزه. برتری دیگه این خمیردندون اینه که قابلیت سفید کنندگی طولانی مدت دندون رو داره. وجود اورپروکساید یا همون کاربامید پروکساید باعث آزاد شدن تدریجی هیدروژن پروکساید در سطح دندون میشه که در بازه زمانی طولانی مدت روی دندون اثر میذاره و جلوی حساس شدن دندون لثه رو میگیره. این ترکیب خاصیت بازدارندگی باکتریایی هم داره و همزمان باعث کاهش بوی بد دهن هم میشه. البته این خمیردندون به دلیل ترکیبات خاص خودش از تشکیل پلاک و جرم هم جلوگیری میکنه و فلوراید رو به خوبی به مینای دندون میرسونه تا از پوسیدگی دندون هم جلوگیری بکنه. بنابراین با استفاده از خمیردندون سفید کننده دنتالند علاوه بر این که خودتون لبخند زیباتری خواهید داشت، میتونین زیبایی لبخندتون رو کاملتر به اطرافیانتون هدیه بدید.